هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه فرمودند خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از دو مرد یاد شد که یکی از آنها عابد است و دیگری عالم و دانشمند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برتری دانشمند بر عابد همانند برتری من نسبت به پایین ترین شماست. سپس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند همانا الله و فرشتگان و اهل آسمان ها و زمین و حتی مورچه های داخل لانه و ماهیان داخل دریا برای معلمی که به مردم نیکی می آموزد دعای خیر می کنند. وبنوره تصفو الحياة. سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علا ونعانق العيش الهنيء. نحيا ونرشف من شذا. نحيا ونرشف من شذا.